باری می فرمود از الله سبحانه و تعالی سرمایه طلب نکنید، پول و دارایی طلب نکنید، توفیق کار خیر طلب بنمایید. خیلی سرمایه دارانی هستند که سرمایه هایشان بی حساب هست، اما توفیق برایشان داده نشده که یک روپیه در راه خیر بدهند، در کار خیر سهم بگیرند. خیلی کسانی 10 افغانی دارند، 5 افغانی در راه الله میدن، نصف میکنند مال خود را، میدانند که در بانک الله گذاشته میشود، میدانند که ان الله لا یضیع اجر المحسنین هست، میدانند که معامله با الله هست، میدانند که الله سبحانه و تعالی این مالشان را ضایع نمی کند و کم نمی گرداند، بلکه بیشتر و بیشترتر می گرداند. الله منان خیلی مهربان هست. بیاییم که با او معامله داشته باشیم. عزیزانی که کار روغن و برنج می کنند، عزیزانی که معامله مواد غذایی را دارند، کسانی که کار مواد سوخت را دارند، در این زمستان بیاییم جان فدایی داشته باشیم، ایثار و فداکاری داشته باشیم، دست هموطنان خود را بگیریم، دست مستضعفین و مساکین را بگیریم. چی می شود که فایده های گزاف را کنار بگذاریم؟ سالها جمع کردیم به همین فصل زمستان که هر کس محتاج هست، بیاییم که دستش را بگیریم و خانه اش را گرم بگردانیم. خیلی زیبا هست که او کسی که مواد غذایی کارش می باشد از فایده انگفت بگذرد و وقتی یک فقیر و مسکین را می بیند، حالا گذشته از فقیر و مسکین، برای همگی اعلان کند که در این فصل زمستان به خاطر کسب رضایت الله من از فایده انگفت خود گذشتم. اینجا چقدر الله خیر و برکت می دهد، چقدر الله خوشحال می شود، چقدر خیر و برکات به وجود می آید. این هست برادری، این هست برابری، این هست انما المؤمنون اخوه. این نیست که ما از فصل زمستان سوء استفاده کنیم، فرصت را غنیمت بشماریم و بگیم که هر کس ضرورت دارد به یک من زغال، هر کس ضرورت دارد به مواد سوخت، هر کس ضرورت دارد به برنج و روغن، هر کس ضرورت دارد که شکم خود را سیر کند، هر کس ضرورت دارد که خانه خود را گرم کند. ما از این فرصت سوء استفاده کنیم، قهر و غضب الله دامنگیر ما می شود. اگر می خواهید که الله خوشش بیاید و خیر و برکات را بر سر همگی بریزد، بیایید دل و نیتهای خود را پاک بگردانیم. اگر دکان عادی هم داریم از فایده های گزاف بگذاریم و دست خود را با مستضعفین و مساکین و ایتام و بیوزنها بگیریم تا خوش الله سبحانه و تعالی بیاید.